اقتصاددان حکومت شهر پنجکند خودکشی کرده است. هشدار مقامات انرژتیکی ولایت خاتلان از افزایش صدمه‌ها در شبکه‌های برقی منطقه. امام خطیب سردار دسته فوتبال هولبوک انتخاب شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی دفتر دائمی خود را در نیروگاه هسته‌ای اوکراین جنوبی باز کرده است. اسد مردانوف 44 ساله اقتصاددان ریاست حفظ اجتماعی و نفقه شهر پنجکند پس از سنجش و بازپرسی ماموران اداره مبارزه با فساد خودکشی کرده است. او را سنه 11 ینور دفن کرده اند. در این باره رادیوی آزادی خبر داده نوشت که مردانوف به کسی چیزی نگفته است و سبب خودکشیش دقیق نیست. ماموران اداره مبارزه با کورپسیه در ولایت سوخت هم تا حال قضیه بازپرسی را شرح نداده اند. اما بنا به معلومات دریافتی تفتیش ماموران اداره مبارزه با فساد در ریاست حفظ اجتماعی و نفقه در پی شکایت شخصی نامعلوم شروع شده است. اسد مردانوف پیشتر در اداره اگروپروم شهر پنجکند کار میکرد. مقامات انرژتیکی ولایت خاتلان از افزایش صدمه‌ها در شبکه‌های برقی منطقه و ضربه به بودجه دولت و عائله‌ها هشدار داده است. گفته شده است که سردشوی هوا باعث کم وارد گردیدن آب به آب انبارهای نیروگاه‌های برق آبی تاجیکستان گشته، خراجات آب به دلیل افزایش طلبات به نیروی برق 2-3 مراتب می افزاید. مسئولین از شهروندان خواستند نیروی برق را صرفه‌کارانه و عاقلانه استفاده برند. دعوت شده است که از اسباب‌های کم مصرف برق استفاده برده به بودجه عائله و کارخانه ضرری اقتصادی نرسانند. به اطلاع این نهاد سرباره استفاده برق در فصل سرما باعث سر زدن صدمه‌ها، ریزش‌های کوتاه و افزایش ویرانشوی تکنیک‌های تنظیماتی می‌گردد. مقامات بخش انرژی با تکیه به معلومات اگنتی آب و هواسنجی جمهوری ذکر کردند که سردی به سابقه هوا ماه ینور سال روان نیز ادامه خواهد داشت. گفتنی است سردی کم سابقه در تاجیکستان باعث نه تنها مشکلات در تامین نیروی برق بلکه در بخش نقلیات و آبرسانی را نیز به وجود آورده است. حالان که مسئولین دوام سال در فصل گرما و هم تیر ماه برق را خاموش کرده میگفتند که به سردی زمستان آمادگی میبینند. میخواهند زیرستگاه ها را به فصل سرمای زمستان آماده کنند. حالا در فصل سرما میگویند تکنیک های تنظیماتی و زیرستگاه ها به سردی شدید زمستان آماده نیستند. امام خطیب مسجد مرکزی جامع ناحیه واسع ولایت خاتلان سید اکرم سراجف با لقب دامالله خال سردار دسته فوتبال هولبوک انتخاب شد. دسته ای که نام قلعه قدیمی را در واسع دارد در مسابقه لیگ یکمی فوتبال تاجیکستان بازی می کند. در دسته امیدوارند که آبرو و نفوذ امام خطیب به کمک تاجران محلی جهت در سال آینده به لیگ عالی جمهوری را خط گرفتن دسته هولبوک مساعدت می کند. هولبوک قبلا در لیگ عالی بازی کرده لیکن با سبب کمبود مالیوی در آن مدتی طولانی فعالیت کرده نتوانست. در موسم پیشین مسابقه لیگ یکم هولبوک زینه هفتم را اشغال کرد. امسال دسته تلاش میکند که به لیگ عالی راه یابد. رافائل گروسی مدیر کلی سازمان مگاته روز دوشنبه گفته که آژانس بین المللی انرژی اتمی دفتر دائمی خود را در نیروگاه هسته‌ای اوکراین جنوبی باز کرده است. گروسی در ویدیویی که در توییتر نشر شده است گفته است حالا ما حضور دائمی خود را در اینجا تأسیس می‌دهیم. در نوار همچنین مراسمی برافراختن پرچم مگاته در این نیروگاه دیده می شود. گروسی روز دوشنبه گفته که آژانس بین المللی انرژی اتمی قصد دارد در آینده نزدیک در همه نیروگاه‌های اوکراین نمایندگی‌های دائمی تأسیس دهد. وی گفته که ما در اینجا هستیم تا در تأمین امنیت و امنیت هسته‌ای در جریان مناقشه دوامدار کمک کنیم.